یک گفتم سلام علیکم لالا رمزو. و علیکم سلام. اشتنیم کیاری؟ شکر زنده باشی. یک میل پاکت آشی خود یک اوتی رو بنین کیلویی بدی. خب افسره؟ بلیا ما نه علیاشا خمیری علیاشا خمیری از اینا میشه. خیر بینیم یک رو بیا. خب بجید جان بله بسیار خوبه برو فکر پول با ما بشه خوبه؟ باشه دلجم باشیم حتما. باشه ده دست ما تنگ ما هم غذا داریم و بازار یک هیتی هم بده. ها؟ یک هیتی هم بده. ایته؟ بلیا ما اینا رو نوشته کنی. خوبه به فکر پول برای ما بشی خوبه؟ باشه چشم. یعنی روزی که من خونه یکه باشم مگر تاشون در وابسته کنم باز کی نمال خود دروازه بسته کردم آخه آمد بیا با ساعت سرا از اینا نه یادم نمیاد. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید که بریم با خونه بریم. سلامت باشین زنده باشین میرم که دیکون اله گفتم میمیت کورده حساب می سودا برده بدم دیکون بچه ها اینا حال کجیر و اینا رو میگم گاهی وقتا میگن نداریم و نداریم ما هم خود شما میفهمیم که دیکون بیشتر قرض هست ما هم بازار هم مردم قرض میاریم مردم مجبوریم پولا مردم قرض بدیم 2200 قرض بردم ازم دیکون من این کار گفتم اگر لطف کنیم اینا داشته باشیم بدیم ما هم مسئولیت داریم برو 2200 کو بیاوردم چی آوردم با ما همین رب و کچالو و پیاز همین بوده دیگه چیزی که ما از شما نآوردیم گپ شما صحیحه برو رب و کچالو پیاز اینا خود که نبوده مردم به چه شما میای عباس سیوا میای مثلا کشیر سیوا میای اگه یک رب میبرم باز یک کیک یا یک انرژی هم خودی اوور میدارم میبرم یا میای کیک میستونم کلوچه میستونم انرژی میستونم تخم بخم میستونم من همین چیزا میستونم از هم پیار پولار نمیده هرچی به خود نمیگم پولار بیارن که ما هم بازار قرض داریم و کسی گفت رو گوش نمیکشه آخر گفتم باشه برم چرخ دام سرا بلکه به سرا باشین که خوشبختانه شما بکنم همین 2200 همین حساب خود بیاریم ما هم نمیتونیم یک ماه دو ماه سه ماه بالای مردم ما هم میدیم که به قرض که حداقل می همسایه هم فکر کنیم صبح میبرین شوم بیاره یا 2 روز 3 روز 5 روز تا سر 10 روز بالاخره بیارین اگه بر همسایه 2200 2000 ما به قرض بدیم 10 تا 20 تا همسایه 10 تا 20 تا نیم کتابچه ما برین شما سعی کنیم ماله خیر بین لالا بزرگ شما ما خبر کردیم ما که خبر نبودم از این گپا امروز در خبر بودم که بام خونه گفتم کچالو و بذارین اینجا پیاز چیزی که با کار داریم ما میاریم ولی ما از این صبح شما خبر نبودیم این آقا مرگان به ما چیزی نمیگفتم دیگه همه حساب شما نه اون خود اینا هم بگم از کل سودا خونه هم میبردن خوردنی به خود هم میبردن همینا رو باشه خیر بریم رو به دست بیچاره نمازدگار اونا ری میکنم دیگه برای از اونا سودا ندیم برو خوبه چشم بفهمیدیم که من خبر ندارم خوبه باشه سری خیر بینیم بیاین که بریم چای بخوریم بیاین که بریم باشه ما اونا ببینیم خوبه باشه خیر بریم برو زنده باشین خدا حافظ شما تو سیکو مگر شما دو تا باز بگیر من افتکین من خبر ندارم شما چه کار میکنید
تارگت کجا شد؟ کجی؟ آه باشی تا کجا بسید با میخوری؟ نه نمایم سرکمرم پیدا کن بیای چرا؟ کار دارم از حالی که من جلوی شما نگیرم صبح که بالکل گریبتن نمیتونم السلام علیکم بابا. و علیکم از این دیگون چند سودا آوردیم؟ کجی دیگم؟ از این با شکر آوردم ماله دیگون رمضان شکر من رو بیاوردم خودی آش خمیری یک پاکت. با شکر با اینو زحمت مدرن نمیگم برو دشتمه بیار دویه بیار نمک بیار آش بیار چی بیار کچلی بیار پیاز بیار میاره دیگه خیر بینه رمضان میره. خب اینا که بیاریم که خوب کار میکنیم یعنی مادر شما و شما میگه بریم انرژی بیاریم کیکس بیاریم بسکوت هم بیاریم چی انرژی بابا کی مای بخوره؟ مدرن انرژی نمیخورن یا بابا میگه انرژی بیار. مدرن دندون ندارن انرژی و یخ 2600 و چندی میگه پولا شما شده چرا راست خود نمیگی؟ چی رقم به حساب بگی؟ ها؟ بابا به خبر اون ندارم. راست خود چی رقم شده؟ خود تونی تو از همه جلوتر بگر بگی بگو بابا به خبر ندارم به کی آورده او؟ او دروغ میگه میامده کد کتابچه خودم سرا کی دروغ همون میگه؟ تکوندار رمضان زود باش حتما عباس آورده خوب. من نبودم بابا بیا پیش بیا دیگه بشین چیز تو دیوان دکون ازی؟ هیچی بابا خواهی نیستونه خلاص 5 روپیه این 2600 و چند چی رقم حساب کرده؟ با شکر آوردم دیگه چیزی آوردم یه شهر ببر بابا یک غیره یک پکردو چو یک بطی رو بیاگه دیگه من چی آورده باشم؟ و از پیش خود نوشته کرده؟ من نمیفهم. شما هر دو نفر از صبح تا شام بیکاریم به غیر از خود بابا دست عباسی کنی حتما رو امیر مقرد. با چند ولی چی؟ خدمت از چی هم 5 روپیه پانی پیا روز پانی پیا بیار تسه کنی دیگه جلوی پیا میشه. چی اشاره وزیده بیا آوردم بابا من چی شده بده من کجا آوردم بیا چی آوردی راست خب بگو گندر تو برنگی چی آورده باشم؟ شما دیگه کار نمیکنیم به غیر از اینکه خرج کنیم و بخوریم دیگه کاری نداریم من چه کار کنم کاروان نیه بابا دیگه بیکاریه نمیاد دیگه اصلا مدرن رو بگه برو کچلی پیاز هم بیار من نمیرم من دیگه کار ندارم. نه ما میرم اون لعنه برو. بابا هر فکر میره یک چیز به دست اینه که انرژی باشه یا آب میوه باشه تو خیلی کچ کردم کیسیو پر آخه چیه تا کیسیو برو بیا کچ کردم بیا این کچ چیزی نمیاره بیا بیا آره بابا چه کاره بابا؟ تا کیسی تو چی اماره هیچی. تو بدار کا کیسیو گردانه بابا باشه بابا انرژی تو بدار کا کیسیو آره بابا تو کنه میاری از کجا آوردی تو پول نداری مدرن پول دادن گفته این بیستی برو. مدارک پولی به تو میگه برو آش بیا او آشار گفتم به حساب بابا بیار نسیه. ما 5 روپیه 20 روپیه الان جزا کی بیشتره جزا تو. الان بفهم که او دیکوندار دروغ نمیگه شما دوتا دروغ میگین همینه که تو پول کسی به تو پول نداد تو از کجا آوردی این مدرن پول دادن. مادر اشتباه کرد مادر تو پول از کجا آوردی بفهمید میو خوشکان خیلی شیده بیدن به نمکی در سرا مدرن بفری شیده بیدن قدر کده پیلا رو دادن بابا. بخیر بابا بدرته بخیر صبر کن تو چی روزگاریه به سرمه چی بدبختیه به سرمه من کلا دیگون بودم کلا خونه بودم پول بر بودم من چی کار کنم قرض خونه بودم چه کار کنم من دست شما با کجا برم بله بفرمایید. با خدا برار دیوانه کرد دیگه می پیار تو ما کی؟ می پیار تو چره؟ 10 روز خودی همی آدم که خود تو خبر داری 12 روز ما خودم بچه خودی از این کار کردم خود تو خبر داری روز 300 روپیه از ما میشه رو 200 روپیه از بچه من خیر بینی. خبر داری خود دیوالا باقا میچین خیر بینی انال از امو پول ما 1500 روپیه بده دیگه پول به دست ازی با مادر به درس سرا میرم مادر تو میگه نمیای به سرا بعدم باغچه میرم اصلا به باغچه نیم من چه کار باید بکنم به خدا امیر رمضان که میشه چه میده کنده میگم برارم اول گفتی مادر چیکاره؟ میگم دم سرا که میرم مادر شما میگه نمیای به سرا ام که شما برارم به می ریش لام خب به می قطع قیافه خو اشتباه میکنی. خب مادر شما که مادر مانه باشه مادر شما که دیواری بفهمیدی شما خود مادر به دیوال چیدیم یا خود ما یا خود پیار ما آخه پیار شما که خور به من نشون نمیده نشان نمیدم ما دو روز میشه برفتم با کور رفتم پیار ما خاطر عروسی داره رقیفای همسین فیایو
با کو اونجا قومای نه چه نقیفای نه چه کاری نه اونجا با کو رفتم به طرف هل از میرداوود بزوی بره به تقوایه گفتم ما 2 روزه دیشب میریم عروسی میریم که اونجا خود رفیق اینا کمک کنم شما بیا ما رفتیم به پیش مادر ما شما با خدا مادر ما خبر چه که به پیش بیار ما رفتیم خب پیار ما سر شما را از 2 پاریز میده یعنی میشوره شما میگیم 2 روز پیار منی 5 روز میشه که من میام پیار شما به سرانی همین 2 روز میشه که رفته پیار ما کجا بوده پس البته خاله زنکای هم که میگه به خونه بشینم ایوری ور میرم مثلا کار به تباخچه باغچه شما 5 روز پیشتر بیامدیم تباخچه نه ما بدم سرام بودم گفتم نیا خب نه دیگه ما به تباخچه دیگه ما مردم ویگون کاری میگم حالا من چه کار کنم چی من همین رمضان دکاندار رو میشناسی بله امروز بدم سرا بیاماده تا نمازدگر به ما وقت داده فقط مال برات پول خوام آدم بگینی ایتا خود نمیشه که شما دستاخو به کیسه خو میکنیم پوف میکنیم به پیش بیار شما که میایم میگیم هیچ چی درک نیه ما چه کار باید بکنیم سلنگ بلغت کن آدم کتی بابا هاو ما با آدم کتی به سلنگ بلغت کنی ما خودی تو گپ بزنم برو ما چه کار کنم باید برارم باشه پیار ما شاد که امشب هم بستکن میایم ما بیامدم فیغام شما رو میرسونم میگم ماما نولیلا فیغام داده گفتم که پولا ما رو بدم که رمضان ما چون مردر به درد شدیم یعنی تو به رمضان سر رمضان تحویل کنم تا پولا مار بدی چرا من رمضان نمازدگر به در سلام میاد در سلام رسته میکنم چه کار باید بکنم ایتا مفته خودی من گپ بزن من خودی تو گپ بزنم چی بگم باز برو مدام سرا برو پیش مادر تو برو اصلا ما شما طالبش دیدی که ما با عمر خود 3000 یا 2000 یا 1000 پول ما به کیسه خودش تو باشم که با بیام با شما پول بدم تو که پول نداری پچر بدم سلام میگه که بیاین کار ما بمونده بیاین کار ما بکنی خب گفتم شما بیکارین بیاین پیار بچه بیاین مزدوری بزین مزدوری که شما نوکر شما مزدورین مثلا نون از دومان بفته بیخان همین راست بوده از قدیم که با دست خوبه با پا خوبه دمی که کار شما بنده میایم والله ما کار ما بنده ولی که کار شما بچرید دیگه ما رو نمیشناسیم یکم ما نولیلا شما دیوالچینی هم بلد نی هر کس من تو میای خوش نمیکنه چرا روز اول با من نمیگفتیم دمی که کار شما خلاص شده میگیم بلد نی دیوال پیار ما کاگل کنه انا رو میگم که مال با 500 خاک این راستا نمیشه خب که والله خوب رقمیه من همین دم سرا شما میرم میشینم تا پیار شما پیدا شه زنگ زی بودو پیدا کور که کی زنگ زدم؟ به پیار کو زنگ زی تو مثل هپینا کو سرقی بابا جو پیار گل ما بگردن قطع بالا ما بدل توش تا کو اینجا تلفن آرتن میده چرا با فرانسه کنی یا با ژاپن باشه که تلفن اون تن ندی خود داخل شهر ما نه ما شهر لس آنجلس ده با شهر ما شما شهر ما شما تو خیلی گپ مفید داری من میفهمیدم میگفتم بابا این نه یعنی پینگلیس کنه بابا گپ نمیفهم امرو تا نمازگر پول آخر مایم از شما بس آره ما برات اومدم سراغ شما میتونی میشینم تا پیار تو پیدا شه تو که با گپ نمیفهمی سادی با خدا مادر من جلوی بدم اونجا بذاره که اون سر تو نیست بده آره من خوب رفتم سعی کنم گشته مر میزنه